چرا اکیپ پسرا بیشتر خوش میگذره؟ ببینیم چیه. وای یکی دیگه اونجاست. داره برای کی دست کن میده؟ وای یکی دیگه. وای واقعا علت یکی دیگه چه خبرتونه؟ خدای من حاجی شما من سنت نوکرتم. وای چه خانواده پایه‌ای. وای چه خانواده پایه‌ای. وای این دو تا آمدن اونا در رفتن. یعنی یه خانواده پایه این شکلی نیاز هر پسریه. بعد پسرها رو توی اتاقم بکنه همین وضعیت میشه، چه برسه بکنه تو جنگل میشن میمون میکنن دنبال هم دیگه. ای خدا ای بابا چی بگم بهتون، ولی خدا وکیلی قشنگ بود، جالب بود، خیلی باحال بود.